مگم پیش از اینکه حکومت ده شفاخانه یک پروسه مافیایی بود. چرا حالا ما براتون میگم یک معتاد را که تو ده اون حالت است که مثلا از کار جمع است دیگه، او آدم که مصرف عملش هم کم است، او را میبره یک 45 روز رنگ بور میکنه. ماشین که رنگ بور شوه نه تا پس کار میته. او که پس شفاخانه مبره اول فایده برای مافیایی است که مصرف مواد زیاد میشه. باز قبلترین چیز که برای این مردم یک جای کار برای جای چیز کو که حساب از آرام باشه. لالا جان حساب از فکرشان دمو حساب از اون مصروف باشه. اینا ما چلن میتونم. ما 4 سال پانتون خواندیم لالا خو. یکی گپ زبان است. ما 4 سال پانتون خواندیم پدر جان. از هندستان حقوق قضا و سارنوالی فارغ هستم. 6 نمره دیپلم دارم. 85 نمره در تافل دارم. امتحان از رایتینگ لسانینگ از همه چیز از پیش امتحان بگی. یکی گپ زبان است. خیر تا شما خواستین امتحان هم گرفتم میدانه. مگم بدبختانه دت یک فیل افتیدیم، دت یک چیز افتیدیم لالا. یا نه رنج است. به نظر شما تو هم یک جوان هستی، ما هم یک جوان هستم. صحیح است؟ تو هزار ارمان و آرزو داری، من ندارم. جای دیدم که نان برای سگ انداخته به پودری ننداختن. از شکم ننخ یادت نبودم. بودم. نه لالا جان، از شکم ننخ تو نمور آمدم یا. خوب وقت تیر کردم، خوب دوران تیر کردم. بسیاری هم تو از ما کردم. من فکر کو بیخی قسم یک مره بیخی یک بغل بان. تو مردم است که با سویت ماستر اینجا درس خواندگیستم. بسیار درجه بالا. من در زندگی مصاحبه‌ام نکردم. امروز به خاطر از این مصاحبه کردم شاید قوم خیشم مرا ببینن. سر من نمیفهمیدن. مگه من سعی کردم این ریسک ما در گردن گرفتم. نه رسته. امی خواهش من نمیز به خاطر از این یک 4 تا جوان که باشه یا تداوی شوم. من می کارو به خاطر از این 4 دانه عملیات دیگه کردم لالا. اگه نه مرا تو در بیرون ببینی سر ما بوی میبری که ما پودریسم. نمیفهمی سر ما نمیفهمی لالا نمیفهمی. مگه میگم برات میدانم که ما فیسبوک خبر تو بتم تو عکسای مرا سعی کنی تغییرات که تو ببینی زمین سو آسمان ما قطر تغییر کردم لالا. مثلا ما شما داریم بسیار چیز است میگه با ما بشینی ما شوی با دیگ بشینی سیاه شوی. بیادبی بسیار جان باشی خودم گپ ناق نیست نه. سفیدا که گفته طبعا نمت یک گپ بوده که ضرب المثل برآمده. کوتاه کنم از ما یک نفر دیگه یک دوست ما عملی بود. این عملی نبود بیادر از عملی بود. لالا او در ترکیه بندی شده بود. پس کجا جو آمد در اونجا گلی ویلیام صفر برای یوم داده. اینجا که آمده و گلی ویلیام صفر پیدا نکرده اینجا پودر زد. امی بیادر از برام گفت یک امی آدم پودر اعلام میته برای زمین چارس بده. ما گفتم بعد چی؟ ما که تازی گشتم پدر خبر شد کی که یک پودری میگرده. پدر برام گفت بچه که تازی نگرد. ما گفتم ما پدر میگردم. گفت خیا خانه را قبول کو یا صبور قبول کو. ما سونی سعی کردم گفتم پدر صبور قبول است. گفت طرف خانه نبی. گفتم نه. چرا کی خندیوال است امید کردم ما یک جوان است که ما پودر اعلام میتم. بیادی ما باش ما وقت 4 سال استفاده میکنم. گفت تو 4 سال پودر اعلام میته. خبیب یک 3 ماه که تازی گشتم. 3 ماه بعد مرا یک جای برد لالا. یک بلاک. ما تابلت که استفاده میکردم. یک چیز براتون میگم لالا. هر چیز از خود یک شروع داره. اتو آدم شاید کم میبینی که ببینه که بگه ما توری هیچ عمل نکردیم سیگرت از توری سر پودر آمدیم. امکان نداره. قبول دارین نه؟ اتو نمیشه که فقط دست از پته اول دمونی پتا پاپا است. از سیگرت شروع میشه دیگه. سرمنشه بدبختی سیگرت است. در خانه یک دو دانه دختره بلوچ بوده ای. او قاچاق برا بود بیادر من. سابقا ما که تازی سیما ما که تازی میگشت نزدیک بودم کاتش نگشته بود نرفته بودم در زیر بلاک بودم بالا نشده بودم لالا. این مرا بالا کرد. خلاصه قصه کوتاه درون خانه شدم لالا. این بچه می زرورق کشید دیگه پوشک بالا شد که پدر ماندری زمین. یک زنکه سونم سعی کرد جوان نمی گردنت او خورده میشم نکوی کاره. این دیواله که ما خدمتش کردیم یاد طرف از چشم خدا کشید. سعی کو چی گناهی ما بود؟ ما خدمت را کردم جوان. گناه ما چی بود؟ قصه کوتاه می دم زد برای ما آمد. یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله سلام دمی دل ما عقب گشت. ما گفتم باری چی میکنی که تخت؟ پودر میزنی؟ باز پس چی گفتم مال اگه من نزنم این دیوال بر من نگه که تو سر مرش خان زدی مرا تا اینجا آوردی. نه چرا دادم گرفتم. دم پر خرابات بند موندی دیگه. تو زمین دیوالا بر تی ادنا سیگرت بتا تی فلتر لالاب موندی. آیا پرید دیگه از مقابل سیگرت. دیگه که تو سیگرت بزنی نزنی بر تو مانا داره؟ نداره مانا. این نچر هیچ وقت دادم نزن. تا وقتی که تو نچر تو دلاب نموندی. تو اگه داری در مقابل از لالا. که نه این اگه یا سن نمیزنی که وقتی که تو موندی این بودر از واسه دیگه تو بزنی نزنی بر تو مانا میکنه. خب نمیکنه خود دودش در اومد دیگه زدی تجربه کردی برات. تا یک ماه یک نیم استفراغ میکنه انسان کی استفاده میکنه بگو چرا مانا چیزی که جان برات میگن نکو درو ندارم این چیزا کار روز میشه که دلبدی چوب میشه دلبدی که چوب شد او وقت با چی قسم میشه گپ در کامرا میگم روز که دلبدی چوب شد سعی میکنی که تو فکر 20 متر زیر رفتی در زمین تو بالا سعی میکنی اندی بالا و دوستات برات تو رسپان 100 متر را مندازه تو 20 متر زیر هستی مگم دوستا اندی بالا برات تو رسپان 100 متر را مندازه تو می دست بالا میکنی دست در رسپان نمیرسی چی رقم حساب است
اگه کدام سوال داشته باشین ما بعداً در خدمت هستم. ما به خاطر چوب شیشتم قربان هیچ گپ نزدم. بسیار زیاد تشکر. کمی تمام دردای دلت بگویی، بگویم. کل گپای بزنیم ما بشنویم.